اگه قرار باشه فقط یه آیتم برای عید بخرم که بعد از عیدم ازش استفاده کنم، حتما همین کت سفید زاراست که الانم تو حراجه. پس بریم با هم استایل این کت رو بهتون نشون بدم و بهتون نشون بدم با چه آیتم رنگ‌های این کت خیلی قشنگ دیده میشه. توی استایل اولم که ترکیب رنگی سفید و آبی هستش، اومدم از این شلوار استفاده کردم که به خاطر فاق بلند و قد بلندی که داره باعث میشه که قد من و اندام من کشیده تر به نظر برسه. خب برای این استایل اومدم از این کفش زارا استفاده میکنم که این خیلی رنگ قشنگه و به استایلم خیلی میخوره. و در آخر شما هم میتونید این کت رو این مدلی استایلش کنی و هم به این شکل. اینطوری شما یه استایل کلاسیک دارین که به خاطر برشی که این کت داره به اکثر اندام‌ها هم میاده. حالا این استایل رو میتونید هم برای عیدتون استفاده کنین، هم برای مراسم‌های دیگه. خب برای استایل دوم من یه شلوار آبی انتخاب کردم که اینم مال نیو کالکشن زاراه، خیلی مناسب بهار و تابستونه به خاطر رنگی که داره. و قواره شلوار قواره نرمالیه، شما همون سایزی که هستین همون رو بخرید. استایل دومم که استایل مینیمال انتخاب کردم برای دومین استایلم و در آخر من با این کیپ استایلمو تکمیل کردم به خاطر بندت که هم به کتم میخوره هم به شلوارم. من تو این استایل میخواستم از کتونی استفاده کنم که استایل این کت رو هم با کتونی ببینین هم با کفشای رسمی. اگرم این ویدیو رو تا انتها دیدین خوشحال میشم که نظراتتون رو این زیر برای من کامنت کنید. بای بای.